یه نکته خیلی مهم میخوام توی فید بهتون بگم، هم به درد آرایشگرا میخوره هم به درد کسایی که میخوان وارد آرایشگری بشن. بچه‌ها این سر رو از نیمرخ در نظر میگیریم. خب اینجا میشه انتهای فیدم، اینجا میشه ابتدای فیدم. بچه‌ها اینجا هم سر دیگه، شما اینجا هم گوش، اینجا هم ساید سره، اینجا هم بالای گوش میشه و اینجا هم پشت سر، قسمت آکسیپیتال. بچه‌ها اینجا ساید سر معمولا تراکم کمه. اینجا هرچی میایم عقب‌تر تراکم مو زیادتر میشه. میرسیم به قسمت آکسیپیتال، دقیقاً قسمتی که بهش میگم بانک مو. دقت کرده باشید کسایی که میخوان برن بکارن از بانک موشون برمیدارن. اینجا تراکم زیاده، اینجا متوسط و اینجا هم کم. من اگر بخوام بیام با شونه 3 میل استفاده کنم، گاردم رو باز میکنم، خب میشه 4 میل. من میام قسمت سایدم رو با 4 میل میزنم. وقتی که میام عقب‌تر، خب قسمت یعنی اهرم ماشین رو میارم وسط، میشه تقریبا 3.75 تا 3.5 من میتونم اینجا رو بزنم. هرچی که میام عقب‌تر گاردم رو میبندم و اینجا من یک فید یک دست رو دارم، یه رنگ یک دست رو دارم. اگر بخوام کل مو رو با 3 میل بزنم، اینجا تراکم کمتر به من میده، اینجا متوسط به من میده، اینجا رو زیاد به من میده. پس باید شما رنگ شونه رو بشناسید، بر اساس رنگ شونه شما میاید کار با ماشینتون انجام میدید. در ضمن شما باید جنس موهارم بشناسید که بتونید براش رنگ فیدم انتخاب کنید. این ویدیو رو سیوش کن، چند بار ببینش، خیلی نکته های مهمی توش هستش. اینو هم بفرست برای آرایشگرت که به دردش میخوره.